به نام خدا، جواد رستمی هستم، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی. حدود 6 سال افتخار اینو دارم که با انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک به عنوان استاد مشاور همکاری دارم. در واقع سرفصل دروس دانشگاهی شامل مبانی و اصول هست و درس‌های مانند نرم افزار یا مهارت آموزی فرصت اینکه در دانشگاه در دروس دانشگاهی مطرح بشن رو ندارن. در نتیجه انجمن‌های علمی هدف اصلی برای انجمن‌های علمی در واقع پرداختن به دوره‌های نرم افزار و افزایش مهارت دانشجویان در خارج از سرفصل دانشگاهی است. از جمله فعالیت‌های انجمن علمی غیر از برگزاری دوره‌های آموزشی نرم افزاری و مهارتی، برگزاری بازدیدها هست که باعث میشه که دروس در بازدیدها در یک محیط واقعی و صنعتی مرور بشه. همچنین برگزاری مسابقات علمی دانشجویی که اون مسابقات هم بازم به سرفصل‌های دروس مرتبط هست به نحوی و در واقع با ایجاد شور و هیجان درس‌های دانشگاهی بین دانشجویان مرور خواهد شد. در طی این 6 سال همکاری که بنده با انجمن داشتم، خوشبختانه انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک کارنامه مناسبی داشته و دلیل آن هم برمیگرده به اینکه دانشجویانی که در انجمن علمی مکانیک در واقع کاندید میشن و عضو میشن دارای بنیه علمی مناسب و شور و اشتیاق و علاقه فراوانی هست. همچنین دوستان انجمن به بنده لطف کردن و امسال هم به عنوان مشاور انجمن انتخاب شدم و افتخار اینو دارم که در خدمت انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک باشم. دایان بازداشتگر هستم، دانشجوی مهندسی مکانیک ترم 4. امسال افتخار اینو دارم عضو شورای مرکزی انجمن علمی مکانیک به عنوان نایب دبیر فعالیت کنم. من نقدی هستم، دانشجوی ترم 4 مهندسی مکانیک از دانشگاه رازی. امسال این افتخار رو دارم که به عنوان عضو شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی مکانیک در مسئولیت رسانه فعالیت کنم. آهان نارکوب هستم، دانشجوی ترم 4 مهندسی مکانیک. امسال افتخار اینو دارم که عضو شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه رازی باشم و به عنوان مدیر روابط عمومی در اینجا فعالیت کنم. محمد مهدی رحیمی هستم، دانشجوی ترم 4 مهندسی مکانیک دانشگاه رازی. امسال این افتخار نصیبم شده که به عنوان حسابدار عضو شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه باشم. رضا کویی هستم، دانشجوی ترم 4 مهندسی مکانیک از دانشگاه رازی و امسال مسئولیت تولید محتوای انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک بر عهده منه. امیررضا میرزاعسکری هستم، دانشجوی ترم 6 مهندسی مکانیک دانشگاه رازی. امسال افتخار اینو دارم به عنوان سومین سال متوالی به عنوان دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک حضور داشته باشم. امیدوارم که در کنار سایر دوستانی که امسال به ما ملحق شدن بتوانیم موفقیت‌های روزافزونی برای گروه مکانیک و انجمن علمی مهندسی مکانیک داشته باشیم.